عمونا رفتن ترکیه. عابد استوری گذاشته. استوری چیه؟ چه غذاهایی؟ استوری یعنی اینکه ما داریم فلان کارو میکنیم، اونا چیزو میخوریم، دلت بسوزه. چه کاری دخترم؟ اصلا کار خوبی نیست که. آدم ها امروز فرق کرد، دل همو میسوزن. قدیما برای هم دل میسوزن. قدیما اگه یارو تو خونش کبابی درست میکرد حتما یه سیگم به همسایش میداد، بگو نکنه گوشو شنیده باشه. نیده من استوری بذارم. اگه توی کار بکنیم ما چه فرقی میکنیم با اونا؟ بعضی چقدر سادن، همه چی رو دارن استوری میکنن. آقا نمیخواد استوری کنی خیلی از موضوعات زندگیت رو. آقا خوشیاتون رو به رخ مردم نکشید، به خدا مردم ندارن و آه میکشن. حالا برو استوری کن. این عقده است خیلی وقتا. به مردم چه که شما هر ماه 2 بار میرید شمال، به مردم چه که هر سال 4 بار میرید کربلا، به مردم چه که شما تو زندگیتون همش تو رستوران ها میچرخید و بهترین جای لاکچری تهران غذا میخورید. به مردم چه؟ اینقدر عقده‌ای هستی؟ تو دنبال چی میگردی؟ چی رو به رخ دیگران بکشی؟ مردم ما برای خودمون زندگی نمی‌کنیم، برای دیگران زندگی.